بازار لباس‌های مکتبی در تاجیکستان تحت نظارت جدی قرار می‌گیرد. لباس‌های مکتبی پس از تشخیص تاجیک استاندارد به بازار وارد می‌شوند. طبق قرار حکومت باید 60% ترکیب متاع لباس مکتبی از نخ پخته و 30-35% از سینتتیک عبارت باشد. برای دستگیری نمودن همین صاحبکارای وطنی و حمایت کردن بازار استعمالی از مال‌های پسیفت که به همین بازارهای استعمالی ما وارد میشن، به همین خاطر به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شدند. به قول مقامات لباس‌های دوخته شرکت‌های تاجیکستانی با صفتند و تلاش آنها این است که لباس‌های مکتبی استحصالی وطنی بیشتر وارد بازار شود. ژورنال صنفا کردیم، دفتر روزنامه این کار کردیم. اگه در نوبت ایستاده است روچکا، قلم، خط کورکنک، جدول، کلی، بعضا قلمی رنگا، بعضا چیزایی است که در نوبت ایستاده است. حتما این ما حرکت میکنیم که مکانیزم استحصال وطنیش برامون. یارمارکه مکتبی بازار گنجی نه فقط از جهاز مکتبی مثل کتاب و قلم و دفتر و جزودان عبارت است. لباس‌های مکتبی در این بازار احیان در برخی از دکان‌ها دیده می‌شود. اکثر صاحبکاران به ما گفتند که سال گذشته با آوردن لباس مکتبی ضرر مالی دیدند. بنابراین امسال یا عموما لباس مکتبی ندارند یا کمتر آوردند. عزت الله حلیموف در این بازار شاید یگانه تاجری است که مال مغازه‌اش پر از لباس مکتبی برای پسر بچه‌ها عبارت است. او میگوید مردم امسال در نوبت اول به نرخ لباس توجه میکنند. مثلا 120 سومون ارزانتر امو سر میشد. مثلا 180 سومش هم هست، 200 سومش هم هست. هر شخص با شرایطش وابسته. خریداران لباس‌های عزت الله اصلا آنهایی هستند که نرخ یا صفت لباسی در مکتب پیشنهاد شده برایشان پسند نآمده است. در تلویزیون گپ میزنن که ارزانه. چقدر ارزانه؟ 160 سومون. 160 تومان بود و شما اومدید بازار که ارزان‌تر این نرخ کردیم. اینجا اومدیم که ارزان‌تر بیاویم، خیلی میگیریم نشوه هم مکتب مجبوریم بگیریم. مهرین کریمووا هم که در بازار برای پسرش لباس انتخاب میکرد گفت مکتب امسال هم آنها را مجبور دارد که لباس پیشنهاد کرده اش را بخرد، اما او میگوید به خاطر صفت پست لباس این پیشنهاد را رد کرده است. 150 خریدیم اون سال، یک سال پیش ندریدن تیکت کشتن. شال که این سال بازار میگه بازار بخریم. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی در تاجیکستان امسال در ماه اوگوست کارخانه‌های کشور 300,000 لباس مکتبی تهیه و پیشنهاد مکتب بچه‌ها کردند. با وجود تاکید مقامات بالای صفت بلند محصولات داخلی، شکایت‌ها در چند سال اخیر از صفت آنها زیاد بود. والدان از آن ناراحتی می‌کردند که مکتب آنها را مجبور می‌کند لباس‌های برای کودکان ضررآور و سینتتیکی را بخرند.